طور می‌دانیم سال 2019 با تشبوس بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 2020 و 2040 سالهای آموزش و رشد علمهای دقیق، طبیعی و ریاضی اعلان گردیده بود. وابسته به این اقدام نکوی سرور کشور در فاکولته مکانیک و متماتیک دانشگاه ملی تاجیکستان نقش چاره‌بینی‌ها ترتیب داده شده است و طبق آن چاره‌بینی‌های سطحشان گوناگون از قبیل کنفرانس‌های بین المللی، کنفرانس‌های جمهوریوی، آزمون و المپیادهای سطحشان گوناگون برگزار کرده می شود. علاوه بر این در پایه هر یک کاتدر محفل‌های علمی برای دانشجویان تشکیل کرده شده است که آنها برای کشف چهره‌های بالیاقت مساعدت می‌کنند. در پیام امساله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت نیز مسئله معارف و آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی به طلبات بازار مهنت جوابگو محوری بود. واقعا محض دستاوردهای علمهای دقیق خصوصا علم متماتیک امکانیت میدهند که چرخ ترقیات جامعه به گردش درآورده شوند. یعنی تیار کردن متخصصان به طلبات زمان جوابگو یکی از مسئله های اکتوالی و مبرم باقی میماند. همه این اقدام های نکویی که از جانب سرور کشور راه اندازی شدند از قبیل آزمون علم فروغ معرفت، آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. برای آن مساعدت میکنند که چهره های نو، چهره های بالیاقت روی کار آیند و وظیفه ما متخصصان از آن عبارت می شود که آنها را در راه علم، در راه آموزش تربیت کنیم و همچون کادر بالیاقت، کادری که با طلبات زمان جوابگو باشد به جامعه تقدیم نماییم.